که حالتون خوب باشه. تو ویدیو میخوام در مورد دو سه تا مدل قیمتی که بررسی کردم و خیلی جالب بوده با شما صحبت بکنم. مدل اول بیت کوین کوانتایل مدل، یه مدلی بر اساس همون پاورلا ساخته شده. پاورلا در واقع خاصیتی که داره اینه که میاد سمت چپ نمودار که محور عمودی ماست که همون قیمت رو میاد به صورت لوگاریتمی در نظر میگیره، سمت راست هم میاد لوگاریتمی در نظر میگیره و وقتی لوگاریتمی میذاره میبینید که بیت کوین یه حالت یه خط به این شکل داره به سمت بالا حرکت میکنه، میاد یه رگرسیون خطی روی این نمودار میکشه و یک شیب مشخصی به دست میاد که تقریبا 5.8 یعنی تی به توان 5.8. حالا این رو اومدیم الان روی نمودار ساده ما داریم این رو میبینیم. اگه نمودار به صورت خطی جفت لوگاریتمی ببینین به صورت اینجوری خطی در میاد این نمودار و اینو که نگاه میکنین خیلی جالبه. من یه توضیح در مورد این به شما بدم. این میاد میگه که دسته‌بندی میکنه بر اساس مثلا 1 2 3 تا 99.9%. میگه که مثلا بیت کوین خط آبی که کشیده میگه که مثلا چند درصد از مواقع تو تاریخچه قیمت بیت کوین تو این محدوده و پایین‌تر بوده و میبینیم که هر چقدر این به سمت پایین میاد ریسک کار کمتر میشه. تو این محدوده تقریبا میشه محدوده‌های زیر 5% دیگه. اینا میبینی آبیا حدوداً زیر 5%. به اون میگه که البته قسمت آبی پررنگش زیر 5%. به اون میگه که 5% مواقع قیمت بیت کوین تو این باکس در واقع تو این رنج قرار گرفته، پس احتمال اینکه اینجا بمونه خیلی کمه. خب و هر موقع قیمت به اینجا میرسه معمولاً یه مقدارم کج و کوله میکشم من، معمولاً به سمت کف ما نزدیک شدیم و از اون سمت هر موقع قیمت به این نوار قرمز میرسه، این نوار قرمز به ما داره میگه که داریم به محدودهای سقف نزدیک میشیم و این نوار قرمز سری قبلی محدودهای مثلا بالای 90% بوده. خب یعنی بالای 90-95% این محدودهای قرمز پررنگ بالای 95% سقف بیت کوین بوده، ولی خب سیکل قبلی یک مقدار به خاطر همون دیمینیشینگ ریترن یا در واقع بازدهی‌هایی که داره کم میشه سقف یک مقدار دیگه پایین‌تر اومده. ببینید خیلی نچسبیده به این در واقع خط بالا و انتظار داریم که تو این سیکل هم بیت کوین به مسیر رشدش ادامه بده، حداقل تا کوانتایل 90% بتونه بالا بیاد. کوانتایل 90% برای نوامبر اگه بخوایم در نظر بگیریم میشه یه چیز تو محدودهای مثلا 190 اینطورا. خب این دیگه به عنوان سقف این سیکل من در نظر میگیرم. عدد خیلی بالاتر از 190 رو من برای بیت کوین در نظر ندارم برای این سیکل راستش. و خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. این چیزی بود که خیلی جالب بود برای خودم. الان این عددی که هست محدوده 59.8 همون 60% به ما میگه که در واقع ریسک میتونیم بگیم متعادله، خیلی ریسک بالایی رو برای ما نداره. خب بریم توی قسمت خود پاورلا. من اینجا بیارم نمودار لود بکنه. این دقیقاً هم پاورلا یا در واقع خطیه که ما داریم بررسی میکنیم. اگه من اینو بیارم اون رگرسیون خطی که با هم صحبت کردیم قیمت فعلی منصفانش الان رو محدوده 96,260 دلاره که در واقع میگه که حد متعادل قیمت اینجاست. امروز قیمت بیت کوین محدوده 103,000 دلار که یک مقدار از محدوده فر ولیو یا قیمت ارزش منصفانش بالاتره. اومده یه در واقع VPLI هم ساخته، والتیلیتی بر اساس شاخص در واقع والتیلیتی اومده یه چیز نمودار درست کرده، شاخص نوسان اومده نوسان‌ها رو یه مقدار فشرده تر کرده و یک شاخصی ساخته هم پاورلا والتیلیتی ایندکس پاورلا VPLI همون رو اومده به صورت یک شاخص 0 تا 100 در نظر گرفته. نگاه کنید سیکل 2013 محدودهای کف اینجاها بوده. خب سیکل 2017 دوباره محدودهای کف اینجاها بوده. سیکل آخری که داریم صحبت می‌کنیم محدودهای کف اینجا. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که هر موقع این عدد روی این اندیکاتور میرسه زیر 25 میرسیم به محدودهای کف بیت کوین و هر موقع این عدد تقریبا این محدودها رو رد میکنه ما داریم به سقف نزدیک میشیم. ما چند تا نمودار رو با هم دیگه در نظر میگیریم، یعنی فقط روی نمودار کار نمیکنیم. جمعی این نمودارها که من بررسی میکنم این نمودارم محدود 53. خب جمعی نمودارها که نگاه میکنم فکر میکنم که بیت کوین رو محدودهای خنثی هستش، یعنی از اون فاصله سقف قیمتی که ما انتظار داریم خیلی هنوز فاصله داره. من انتظار دارم که این دوباره رو همین محدوده ها بیاد سقف بسازه و
از حضور شما که ما بتونیم سقف خوبی رو ببینیم. پس حداقل یه رنجی که بخوایم ما بگیم رنج منطقی هستش برای بیت کوین، من این نمودار رو یه بار دیگه بیارم، اون رنجی که بخوایم بگیم منطقیه بخوایم روش حساب بکنیم محدوده $160,000 تا $200,000 رو من فکر میکنم محدوده منطقی برای بیت کوین باشه. یعنی اگه این رو بخوایم در نظر بگیریم برای آخر امسال نوامبر این محدوده ها رو ببینید اینجاها روی این محدوده ها اگه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی دیگه به اون نوار زرد قرمز خیلی پررنگ هم اگه بگیم حتی نرسه مثل سیکل قبل، یعنی بگیم حتی از سیکل قبل هم یه مقدار محافظه‌کارانه تر بگیم فقط بخواد به این محدوده ها برسه، میتونیم بگیم که روی عدد مثلا 160 تا 190 میتونه رنج مناسبی برای محدوده سقف بیت کوین یعنی این محدوده ها باشه. این از ویدیو امروز مدل قیمتی بود که گفتم با شما به اشتراک بذارم. حتما اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و کامنت بذاریم و تا ویدیو بعدی من بتونم اطلاعات و دیتا بهتر و بیشتری برای شما به اشتراک بذارم. ممنونم که تا اینجا ویدیو ما همراه بودید. فعلا خدا.